ادامه بخش چهره‌های ماندگار. عبدالرحمن جامی، پیشوای حوزه علمی و ادبی ماوراءالنهر و خراسان. ماهیت احیاگرانه و نوآورانه داشتن ایجادیات عبدالرحمن جامی را بهتر از همه ادیب بزرگ آلمانی گیوته معین نموده است و گفته است: از بس که او تمام حسن و قبح آثار پیشگذشتگانش را مثل یک درزه به هم پیوسته آن را پیروی نمود، نو کرد و انکشاف داد و به طور روشن آن همه را در خود تجسم نمود، به نسل‌های از پس او آینده راه دیگری نماند به جز آنکه خود را پیروی او سازند، به شرط آنکه سطح به دست آورده او را پس نکنند. مهمترین پدیده این مرحله احیای ادبیات تاجیکی فارسی از رواج تضمین و جوابیه به اثرهای گذشتگان عبارت می باشد. بنابراین هرگز تصادفی نیست که عبدالرحمن جامی همچون سر و سرور سخنوران عصر خویش به غزلهای سعدی، حافظ، خسرو دهلوی، حسن دهلوی و کمال خوجندی، قصیده های انوری، خاقانی و خسرو دهلوی، مثنوی های جلال الدین بلخی، خمسه نظامی و گلستان سعدی نوآورانه جواب گفته است. خصوصاً سطحی که مولانا جامی بخصوص در غزل سرایی هنوز در زمان خود فتح نموده بود تا امروز نادر و ناتکرار محسوب می یابد. جامی ماهیت اجتماعی و ادبی ادبیات و هنر، مقام و نقش آنها را در زندگی جامعه با خوبی حس میکرد و در اشعارش از حقیقت واقعی میگفت. با گفت خودش او تنها از بحر مردم ایجاد میکرد و اثرهای علمی مینوشت، نه برای خود و با منفعت خویش. قصد شهرت نبود جامی را که این همه نظم آبدار نوشت. بحر احباب بر صحیفه دل نکته چند یادگار نوشت. مولانا جامی ماهیتاً شخصیت معرفت پرور بوده. مقصد یگانه و اصلی او از ایجاد اثرهای ادبی و علمی سرشمارش مردم را با نور معرفت از جهل و جهالت رهانیدن و به سوی زندگی آرام و آسوده و روزگار خوش راهنمایی کردن است. قهرمان اثرهای جامی شخصی با معرفت و صاحب خرد، هنرمند و همت بلند و عدالت پرور و آزاداندیش بوده. کتاب را در جهان بهترین یار و مونس و غمخوار خود می داند. انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. مولانا جامی در راه آشنایی با کتاب، آموختن علم و دانش و تکمیل عقل و خرد نقش استاد آموزگار را برجسته می داند و باور دارد که اگر آموزگار نباشد جهان از وجود بیخردان و اشخاص جاهل و متعصب تیره و دلگیر کننده می گردد. اگر در جهان نبود آموزگار، شود تیره از بیخرد روزگار. یکی از مهمترین مسئله هایی که مولانا جامی در اثرهای خود گذاشته است شناختن و دانستن قدر انسان هنرمند و زحمتکش می باشد. زیرا به اندیشه او معین کننده قدر انسان نه سیم و زر بلکه علم و دانش و کسب و هنر می باشد. قیمت مرد نه از سیم و زر است، قیمت مرد به قدر هنر است. کسب و هنر نه فقط روزی رسان انسان است بلکه معین کننده مقام شخص در جامعه و اساس آبرو و قدر آدم می باشد. مولانا شاعر خلق و با خلق بود. محض به همین نیت به تصوف روی آورده برای راحت دیگران رنج کشیدن را از اصلهای اساسی غایوی و بدیعی خود انتخاب نموده است. جامی از جمله کسانی نادری بود که در زندگی روزمره و فعالیت ایجادی خود شعار اساسیشان از همه بیشتر به خلق نفع رسانیدن بود. این اصل را بهتر از خود شاعر کسی دیگر نتوانسته است ادا نماید. ای که پرسی بهترین کس کیست؟ گویم از قول بهترین کسان. بهترین کس کسی بود که ز خلق
بیش باشد به خلق نفع رسان. بخش چهره‌های ماندگار در باب عبدالرحمن جامی، پیشوای حوزه علمی و ادبی ماوراءالنهر و خراسان ادامه دارد.